میدونم که خیلی سوال دارید که آیا از این دوربین های بیبی کم یا عروسکی استفاده بکنیم یا نه. به صورت کلی باید گفت که این دوربین های عروسکی مکمل دوربین های مداربسته است. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که بیشتر برای جاهایی استفاده میشه که در دسترس هستش، مثلا روی میز یا برای نگهداری سالمند، کودک و یا حالا پت هایی که داخل منزل وجود داره. نکته ای که این دوربین ها داره اینه که تا 180 درجه هم به صورت افقی هم به صورت عمودی شما میتونید چرخشش بدید. کنترلش با گوشیه و ضبط و مکالمه همزمان داره، یعنی شما میتونید همزمان از این طرف با اسپیکرش صداتون پخش بشه و از این طرف با میکروفون صدای محیط رو بشنوید. به صورت کلی توصیه نمیشه که تکی استفاده کنید، ولی برای خیلی از جاها مناسبه. توصیه من اینه که از برندهای مارک و مطرح استفاده کنید، چون برندهای نونمش خرابی زیاد داره. برای دریافت و تهیه‌اش میتونید تشریف بیارین دایرکت. ممنون که یه دونه لایک و کامنت خوشگل برامون میذارید.